دوستان، این دخترمون فوتبالیست است، یعنی یه جورای دروازه‌بانه. داریم بهش تمرین میدیم که برای مسابقات آمادش کنیم. فقط شما نیا کنیم. میره میاره، خودش هم میاره که ما دیگه اذیت نشیم. شیرجه میزنه. داریم آموزش فعلا شیرجه زدن و توپ گرفتن. علی انشالله. فوتبالیست، دروازه‌بان. فقط باید جنسیتش اونجا نگیم، برای که این دختر قبولش نمیکنن. باید بریم بگیم اسمش هم پناه عوضش کنیم، بزنیم بی پناه. برده بیار مشاله. تمریناشو داره خوب انجام میده دیگه. این فصل دیگه میره برای لیگ برتر، جا به ایران و هم میخوام ببریمش. مشاله. باریکلا. پناه شیرجه رو بیشتر کن. آفرین. حتی تازه وقتی توپا میگیره برای که اون طرفا رو مسخره کنه با توپ بازی میکنه. دیگه خسته شد بچه. خدا نگهدار.